شاید موضوع سربازی آقایان موضوع قابل درک و رایجی باشد، اما اگر در خصوص دوره اجباری خدمت سربازی برای دختران، آن هم به مدت حداقل 7 سال صحبت کنیم، هر شنونده ای را از شدت تعجب میخکوب کند. علل خصوص اگر حقایقی مانند تجاوز جنسی و قطع دوره قاعدگی در طول 7 سال هم برای این زنان مطرح باشد. دوره سربازی اجباری بانوان در کره شمالی، موضوع این قسمت از چنل سین شین تیوی. سین شین تیوی. زمانی که زنان در کره شمالی برای خدمت سربازی به ارتش می روند، اتفاق عجیب و وحشتناکی را پشت سر می گذارند. یکی از بدترین این وقایع قطع کامل سیکل قاعدگی برای آنهاست، زیرا این زنان تغذیه و استراحت کافی که مهمترین عامل در سلامت هر انسان است را دریافت نمی کنند تا بدنشان بتواند به طور طبیعی عمل کند. اما غم انگیزترین قسمت ماجرا اینجاست که این زنان ارتشی از اینکه قاعدگیشان قطع شده خوشحال میشوند، چون در ارتش لوازم بهداشتی در اختیارشان قرار نمیگیرد و نمیتوانند در دوران قاعدگی از خود مراقبت کنند. اما مشکل اصلی برای زنان سرباز در کره شمالی بیماری یا سوء تغذیه نیست، بلکه آزار جنسی در داورترین قسمت این ماجرا به حساب می آید. آزاری که همیشه و هر جا از چشم هیچ کس پوشیده نیست. از آنجایی که این زنان دوچار چرخه قاعدگی نمی شوند، بارداری در میان آنها چندان رایج نیست. اما اگر در پس این آزارهای جنسی زنی به طور ناخواسته باردار شود، چیزی که اتفاق می افتد مجازات آن زنان می باشد. خانواده هایشان آنها را طرد می کنند و مجبور می شوند سقط جنین غیر قانونی و کاملا غیر بهداشتی بدون هیچ امکاناتی انجام دهند که معمولاً منجر به عفونت و مرگ آنها می شود. بر اساس یک ویدیو که چندین سال قبل از کره شمالی منتشر شد، می بینید که یک زن به راحتی در ملأ عام در کره شمالی مورد آزار جنسی قرار می گیرد. حال تصور کنید وقتی چنین حرکاتی در جلوی چشم سربازان دیگر اتفاق می‌افتد و هیچ کس عکس‌العملی ندارد، با این زنان در مکانهای خصوصی و به خصوص در محضر فرماندهان و بزرگان چگونه رفتار می‌شود. جالب است بدانید هیچ سیستمی برای حمایت از زنان سرباز در برابر آزار جنسی وجود ندارد و تنها بعد از ملحق شدن به ارتش آنها تبدیل به اسباب بازی جنسی افسران مرد می شوند. و غم انگیزترین قسمت ماجرا این است که زنانی که قصد دارند این موارد را گزارش کنند، در نهایت باید به همان افرادی که آنها را آزار داده اند مراجعه کنند. بنابراین همه از این وضعیت سوء استفاده می کنند. حتی گاهی این مردان پس از استفاده جنسی از آنها هیچ گونه غذا یا چیز دیگری به این زنان نمی دهند و صرفاً از آنها تنها سوء استفاده می کنند و مانند زباله با آنها رفتار می کنند. اما سوء تغذیه نیز یکی از مهمترین مشکلاتی است که زنان سرباز در کره شمالی با آن روبرو می‌شوند. اگرچه آزار جنسی دردناکترین مسئله برای این زنان است، اما سوء تغذیه نیز می‌تواند مشکلات مرگباری را برای آنها به وجود بیاورد. زیرا سالیان بسیاری از سربازان زن و مرد بر اثر سوء تغذیه در این کشور جان خود را از دست می‌دهند. با وجود تبلیغات دروغین رژیم کره شمالی بر مبنای اینکه دولت قصد دارد تمام نیازهای سربازان را تأمین کند، اما همانند دیگر شعارهای توخالی دیگر در عمل چنین نمی‌کند. دولت کره از یک ایدئولوژی مرسوم به خودکفایی برای قانع کردن سربازانش استفاده می‌کند و به سربازان می‌گوید که باید به خودشان متکی باشند. با این حال در همان زمان از سربازان به عنوان نیروی کار رایگان در بسیاری از کارها همانند کشاورزی، ساخت و ساز و کارهای دیگر استفاده می‌کنه، اما در مقابل هیچ دستمزد یا غذا یا لباسی در اختیارشان قرار نمی‌دهد. در نتیجه زنان سرباز که در این شرایط سخت و خطرناک کار می‌کنند با شعار خودکفایی بدون دریافت هیچ غذایی به راحتی جان خود را از دست می‌دهند.
همانطور که اشاره کردیم در کره شمالی سربازان معمولاً به عنوان کارگران رایگان در زمینه‌های مختلف و هر کاری که رژیم کیم جونگ اون از آنها بخواهد به کار گرفته می شود. این سربازان مجبورند در شرایط سخت و خطرناک کارهای ساخت سد، پل، ساختمان و امثال آن را انجام دهند. اما تجهیزات ایمنی مانند کفش، لباس و دیگر وسایل حفاظتی در اختیارشان قرار نمی گیرد. به همین خاطر بسیاری از آنها به راحتی زخمی یا کشته می شوند. اما اگر سربازی در این شرایط سخت کشته شود، رژیم هیچ غرامت یا خسارتی به خانواده آنها پرداخت نمی کند و تنها یک گواهی که مدت خدمت سرباز را نشان می دهد به خانواده آنها تحویل می دهد. بنابراین رژیم کره شمالی به طور گسترده از سربازان به عنوان کارگران رایگان برای انجام کارهای سخت و خطرناک استفاده می کند. پس تمام این وعده های دولت به جهت رفاه بعد از عضویت در ارتش یک دروغ بزرگ برای جذب رایگان نیروی کار و بردگان جنسی است. بنابراین آنچه آشکار است این است که رژیم کره شمالی هیچ گونه مسئولیتی در قبال سربازانی که جان خود را از دست می‌دهند نمی‌پذیرد و به خانواده آنها نیز هیچ غرامت یا جبرانی پرداخت نمی‌کند. اما آنچه بیش از همه اینها شوکه کننده است این است که با وجود تمام این مشکلات 40% زنان بین 18 تا 24 سال در ارتش کره شمالی مشغول خدمت سربازی هستند. یعنی تقریباً نیمی از این گروه سنی به گفته بسیاری از افراد که موفق به فرار از کره شمالی شدند، بیشتر خانواده از وضعیت موجود در ارتش خبر دارند و تنها دختران خود را به این خاطر در اختیار دولت کره شمالی می‌گذارند که نمی‌توانند شکم آنها را سیر کنند و با خود میگویند شاید دخترک آنها بعد از رد شدن از اتاق خوابهای فرماندهان به اتاق خواب رهبر بزرگ راه پیدا کند و حداقل غذایی برای خوردن پیدا کند. در پایان جالب است بدانید که نباید افراد نظامی را همانند آن مرد سرباز که یک زن را در ملأ عام مورد آزار جنسی قرار داد مورد تنفر و خشم قرار داد، زیرا آنها نیز همانند تمامی مردم در کره شمالی قربانی هستند. کسانی که هیچ آموزشی برای برخورد درست با زنان و احترام به انسانها دریافت نکردند و به آنها آموزش داده شده که به زنان فقط به عنوان اسباب سرگرمی و تفریح نگاه کنند. در واقع به جز کیم جونگ اون همه مردم در جامعه کره شمالی قربانی هستند. حتی آن مردان جوانی که به زنان آزار میرسانند اگر دست از آزار زنان بردارند از سوی همسالان خود مورد تمسخر و اذیت قرار میگیرند که چرا به زنان احترام میگذارند. بنابراین نباید فراموش شود که در جامعه کره شمالی همه به جز کیم جونگ اون قربانی هستند. با توجه به آنچه در ویدیوهای گذشته در رابطه با شرایط سخت و غم‌انگیز زندانهای کره شمالی دیدیم و آنچه امروز متوجه شدیم به این نتیجه میرسیم که این شرایط طاقت فرسا و غیر قابل باور برای همه در کره شمالی یکسان است، چه گناهکاران و چه بیگناهان، چه زن و چه مرد. پس در حقیقت این ارتش عظیم که از آن به عنوان بزرگترین ارتش دنیا نیز نام برده می شود در واقع یک بازار بردهداری است که فقط منافع جنسی و مادی دولت را رفع می کند. از اینکه با این برنامه از چنل سین شین تیوی هم همراه بودید از شما سپاسگزاریم. در پایان ویدیوهای دیگری از چنل سین شین تیوی به شما پیشنهاد داده خواهد شد. خوشحال میشیم که با تماشای این ویدیوها همراه ما باشید و چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بر روی حالت آل قرار بدید.